روز بزرگی که در آن آسمان شکافته می شود و خورشید قرمز رنگ می شود و زمین و آسمان دگرگون می شود. زمین در خود فرو می رود، پس تمام خلق جمع می شود و ارواح به بدنها باز می گردند. زندگی دوباره زنده می شود. همه برهنه هستند، همه در ترس و وحشت به سر می برند. در آن لحظه همه چهره ها پریشان و نگران هست. نه شب همانند شب هست و نه روز همانند روز. زمین می لرزد، پس به دنبال آن ترس و خفقان بر اهل زمین چیره می شود. صدای فریاد و صوتی مانند کوبیدن بر تب به گوش می رسد. پرده ها کنار می رود و حقیقت آشکار می شود. سپس در سور دمیده می شود و مردم از قبرها بیرون می آیند. سرهای همه مخلوقات پایین هست و نه به چپ و نه به راست نگاه نمی کند و همگی در پیشگاه الهی ذلیل و ناچیز هستند. حالا دیگر همگی آرام گرفتند و سکوت کردند و هیچ صدای بلندی شنیده نمی شود و فقط یک زمزمه و یک صدای مخفیانه خواهید شنید. صدای پای جمعیتی است که به سوی شما می آیند و تو در میان آنان چهره‌ات مضطرب است، رنگت تغییر کرده، پاهایت تلو تلو می خورند، دلت پر از ترس و ناسزا شده، گیج و تشنه هستی و نگاهت به زمین خیره شده. قطعاً اگر راه فراری پیدا می کردی از آن مهلکه می گریختی، ولی دیگر هیچ راه فراری وجود ندارد و روز حساب فرا رسیده است. قبل از تماشای این ویدیو کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما فقط کافی است که این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با کانال آمازون تیوی همراه باشید. این گونه مردم به سوی پروردگارشان محشور می شوند. برهنه از قبرهایشان بر می خیزند و در حالی که هیچ چیزی همراه خود ندارند در محلی جمع می شوند. ازدحام جمعیت نفسها را خفه می کند. در این هنگام نوری از بالای سر بر خلق می تابد و پوستها تقریباً بیدار می شوند. تشویش و غم و اندوه با نشان داده شدن جهنم بیشتر می شود. گفته شده که در روز قیامت در حالی دوزخ را می آورند که 70,000 افسار دارد که هر افساری را 70,000 ملک می کشند و خداوند اگر آن را مهار نکند جهنم تمام خلق را می سوزاند. پس زمانی که چشم بندگان به جهنم می افتد همه امتها از ترس و وحشت به زانو در می آیند. در این روز شگفت انگیز و عجیب و در آن ازدحام وحشتناک و گرمای شدید که همگی از شدت ترس زبانهایشان بند آمده، هیچ کس به جز پیامبران و ائمه توان سخن گفتن ندارند. در آن روز مادر از نوزاد خود فراری است، پدر فرزند خود را و فرزند پدر خود را فراموش می کند. مادر مهربان فرزند خود را رها می کند و پسر از مادر خود دور می شود. آن روز شخص از برادر خود می گریزد و هر کس دنبال راهی است برای نجات خود به جز پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد صلوات الله علیه. در آن روز هر قومی همراه امام زمانشان و کتاب پروردگار و سنت پیامبرشان خوانده می شود. می گویند ای رسول خدا، تو خاتم پیامبران هستی و تو رسول خدا هستی. رسول گرامی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در آن هنگام می‌فرمایند آری من برای او هستم. پیامبر مکرم اسلام برای خداوند متعال سجده می‌کند و خداوند تبارک و تعالی لطف خود را شامل حال نبی خود می‌کند و به پیامبر اجازه شفاعت می‌دهد تا کسانی را از بین خلق شفاعت نمایند. و خداوند سبحان می‌فرماید ای محمد تو را شفاعت کردم،
برگرد که نزد تو می آیم تا میان شما داوری کنم. ملائکه برای تسبیح خداوند سبحان به صف می ایستند. خداوند متعال در سوره بقره آیه 210 می فرماید: آیا کافران جز این انتظار دارند که خدا با ملائکه در پرده های ابر بر آنها درآید و حکم قهر خدا به کیفر کافران فرا رسد و کارها همه به سوی خدا بازگردد؟ در تفسیر این آیه آمده است دعوت انبیا از طریق استدلال و معجزه است، ولی گاهی مردم بهانه‌جو انتظارات دیگری داشتند. خداوند بر انجام هر کاری قدرت دارد، ولی می‌فرماید اگر بعد از برآمدن انتظار شما باز هم لجاجت کنید، قهر الهی شما را فرا خواهد گرفت و دیگر مهلتی برای عذرخواهی و توبه در کار نیست. وقتی اهل آسمان اول به زمین فرود می آیند و تعدادشان چند برابر اهل زمین است، مردم وحشت می کنند و می گویند آیا پروردگار ما در میان شماست؟ فرشتگان می گویند از آنچه که می گویید بترسید و حیا کنید و آنها می گویند پروردگار ما در آسمان هفتم است. در این هنگام منادی ندا می دهد که ای مردم، آیا از پروردگارتان خوشنود نشدید که شما را آفرید و روزی داد و به شما فرمان داد که او را بپرستید و برای او شریکی قائل نشوید؟ آیا این عدالت از جانب پروردگارتان نیست؟ گفتند آری، پس هر قومی به سوی آنچه در دنیا می پرستید می رود و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند. پس فرشتگان به پرواز در می آیند و برای نیکوکاران به دست راستشان کارنامه اعمالشان را می دهند و برای ستمکاران به دست چپ کارنامه اعمال می دهند. مردم به دنبال یافتن رسول خدا هستند. دادگاه الهی برپا می شود. سپس خداوند به قاریان قرآن می فرماید آیا آنچه را که بر رسولش نازل شده به تو نیاموختیم؟ دستور داده شد که او را به روی صورتش بکشند تا خدایی ناکرده در آتش افکنده نشود. و کسی را که در میدان جنگ کسی را ناحق کشته بود می آورند و خدای تعالی به او می فرماید که او را برای چه کشتی؟ و او می گوید به من امر شد که در راه تو بجنگم، پس جنگیدم. سپس خداوند متعال به او می فرماید دروغ گفتی و فرشتگان می گویند دروغ گفتی و تو در راه خدا نجنگیدی و او را در آتش می اندازند. و صاحب مال را می آورند و خداوند متعال به او می فرماید آیا تو را آنقدر سخاوتمند نکردم و تو را به احدی محتاج نساختم؟ گفت آری خدای من. گفت وقتی نیازمند نزد تو آمد چه کردی؟ گفت من رحیم بودم و صدقه می دادم. ولی خداوند به او می فرماید دروغ می گویی و فرشتگان به او می گویند که دروغ گفته است و هرگز در پیشگاه الهی نمی توانی دروغ بگویی و او را نیز در آتش خواهند انداخت. پای بنده در روز قیامت تکان نمی خورد مگر اینکه از او در مورد 4 چیز سؤال شود: زندگی و چگونگی گذراندن آن، بدن و چگونگی فرسوده کردن آن، علمش و آنچه با آن انجام داده است و در مورد پولش که از کجا آورده و در چه راهی خرج کرده. و اما کافران و منافقان در روز قیامت همه آنها ایستادند در حالی که برهنه و تنهااند، مضطرب و پشیمانند در حالی که دیگر فرصتی برای توبه نیست. آتش جهنم از شدت خشم شعله‌ورتر می شود و پروردگار عرش خشمگین است. ندا می آید ای کافران، نامه اعمالتان را بخوانید. آیا در این نامه غیر از آنچه که انجام داده اید می بینید؟ آتش جهنم با بندگانی که نافرمانی کردند و در زمین ظلم کردند می سوزد و موحدان و نیکوکاران در سرای جاودان بهشت می مانند. خداوند از تو رضایتت و بهشت را خواست داریم و از خشم و آتشت به تو پناه می بریم. پل صراط از روی جهنم برپا می شود و مردم به اندازه اعمالشان سخت یا آسان از روی آن می گذرند. بعد از آن جهنم تا به ابد برپا می شود و خداوند بعد از آنکه مسلمانان سزای رفتارهای زشتشان را در جهنم دیدند،
آنها را از آن بیرون می‌کشد و وارد بهشت می‌کند. خدایا ما را از اهل عفو و مغفرت و رحمت و بهشت خود قرار ده، ای بخشنده و مهربان بر همه چیز. خدایا ما را در برابر خود و شیاطین و در برابر وسوسه های شیطان از جن و انس یاری کن. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و برای بهتر شدن این کانال نظرات مفید خودتون رو توی قسمت کامنت بنویسید و این ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر تا ویدیویی دیگر، بدرود.